اون حجابی که رضا شاه مجبور میکنه بردارن، باید اون دختر در مدرسه آموزشش طوری باشه که یا خودش تصمیم بگیره که حجاب رو نذاره، روسری نذاره، یا بعد اینکه دیپلمش گرفت تو خیابان داره میره، حتی خرابش میتونه تو خیابان قدم بزنه، حجاب خودش تصمیم بگیره برداره یا بر نداره. نه اینکه به زور کسی بیاد بگه که باید برداری. این هیچ فرقی از مسئله که ما با جمهوری اسلامی داریم در واقع نداره به نظر من، چون همون فشار از بالا به پایینه و هنوز عواقب همون سیستمیه که در واقع میخواد اندیشه‌های نو غرب از بالا به پایین تزریق کنه. در این از بالا به پایین در ضمن می‌بینید که اونجا که اسلام زیاد مطرح نبود، مشکل ما این حالت هرمی از بالا به پایین تزریق کردن، این مشکلی که با جمهوری اسلامی داریم فقط سال 50 شروع نشده. بعد خب در مورد بعد رضا شاه که مسئله پیش میاد، یک غرب ستیزی هم که خب شدت پیدا میکنه به خاطر قضیه کودتای علی دکتر محمد مصدق و این باعث میشه که خیلی جالب خود خب دستاوردهای این فرد که بسیار محترم و بسیار بزرگی برای تاریخ ایران، تمام شناختش از غرب بوده، درس خونده سوئیس بوده، شاید رشته حقوق و در واقع با همون سیستم گفتمان غربی با همون متدهای سیاسی موفق میشه که نفت رو ملی کنه. ولی یکی از نتایج کل این ماجرا میشه که دخالت‌های کشورهای خارج، آمریکا، انگلیس، یعنی که اینا مظاهر غرب مطرح میشن، در حالی که این فقط سیاست خارجی این دولت‌ها بوده. غرب فقط کاری نبوده که CIA با مصدق کرد، غرب فقط دولت انگلیس نبوده. اگه از انگلیس صحبت میکنیم، کجاست اون ادبیاتی که متفکرای بزرگ مثلا انگلیسی زبان دیوید هیوم، جان لاک، خب اینا کجا هستن؟ بعد یک نفرتی که از غرب در واقع از صدا میاد از غرب مطرح شده، این در واقع یکی از ریشه های اینه که چرا ملت میرن به سمت به اصطلاح اسلام، به سمت جمهوری اسلامی. خب در واقع در افتادن با رژیم سلطنتی اشتباهی که میکنه ملت به خاطر عدم آگاهی کامل یا کافی با غرب در میفته، یعنی غرب رو با رژیم شاه در یک جا میذاره، در یک ظرف و هر دوتا رو میکوبه و این امکان میده خب به کسایی مثل جلال آل-احمد یا دکتر شریعتی که مطرح کردیم. برای پرزیدنت آل-احمد همینقدر مهم، دقت کنید زبان کارهای آل-احمد و غرب‌زدگیش و کارهای دیگه بسیار نزدیک به زبان عامه، زبانی که در ضمن روحانیون به کار میبرن و موفق میشه. تیراژ کارش بسیار بالا بود. بعد اینکه اشاره کردم مسئله داخل جامعه ایران رو باید دقت کنیم و مشکل ما سال 57 شروع نشده. شما دقت کنید پیشگامه‌های، چون وقتی میگیم از سکولار حرف میزنیم یعنی یه پروداکتی، یه پدیده‌ای رو، یک مفهوم رو می‌خوایم از یه جایی مشخصا از چین که نمی‌خوایم بیاریم، از کره شمالی هم که نیست، از غرب می‌خوایم اینو مطرح کنیم، به خصوص اروپای غربی یا آمریکا. خب اینو می‌خوایم وارد کنیم، ببینیم که قبل از جمهوری اسلامی چی بوده. اولین پیشگام‌های داستان نویسی ایران، حالا بریم از جمالزاده شروع کنیم، یعنی مادرن شورت استوری رو میاد مطرح میکنه، بعد هدایت بعدش. جمالزاده سالها توی تبعید بوده، خب ترک میکنه و تو سوئیس زندگی میکنه. بعد 104 سالش بود وقتی فوت کرد. کجا دفن شده؟ سوئیس. بعد صادق هدایت کجا دفن شده؟ مدت‌ها در خارج بود، نمیتونست در ایران بمونه، کاراش همش انتقاد از فرهنگ ایرانی، جامعه ایرانی. بعد خب تو پلاش پاریسه. بعدی صادق چوبک سالها در خارج، در غرب، جالب همشون در غرب، یعنی جای دیگه نرفتن تایوان یا جای دیگه زندگی کنن، معمولا پاریس بوده، فرانسه، سوئیس اینجا. بعد صادق چوبک خب تو غرب، تو آمریکا فکر کنم دفن شده. بعد بزرگرایی تو آلمان سالها در تبعید و اونجا میبینیم اونجا هم دفن شده تو آلمان. بعد این اواخر که به این انقلاب اسلامی بود، غلام حسین ساعدی قبلش همون پلاشزه، فکر کنم چند قدم از هدایت دورتره. ابراهیم گلستان که زنده است، احتمالاً خب یا فرانسه خواهد بود یا انگلیس خواهد. خیلی هستن در اتریش خیلی هستن. سهراب 6 ساله است. کجا؟ آیدان بزرگ تاریخ سینما ایران. خب من از ایران بودم به این فکر می‌کردم اینا همه قبل جمهوری اسلامی بود. چطور چه چیزی توی جامعه ایرانی هست که 5-6 تا نویسنده بزرگ خودش رو که همشون تحت تاثیر غرب بودن، فرم داستان نویسی رو، نه از سعدی که خیلی ما هم داریم شورت استوری تو ایران میاد، ناول ما هم داریم، رفتن مشخصا گرفتن از کافکا، از سارت، از تاثیرات مختلف گرفتن و اومدن. چرا نتونستن در نزدیک شدن به این جامعه غرب دیگه نتونن تو ایران بمونن و زندگی کنن، بنویسن، چاپ کنن، مردمشون
بپذیرن به عنوان نویسنده‌های ما. چرا این مشکل رو اینجا بود که تاکید می‌کردم ما زیاد به اون بالا نگاه نکنیم، ما همش اون بالا رو تغییر میدیم. این سوال بکنیم چرا این نویسنده‌ها و چرا آل احمد صدها هزار فروش میره کتابش و هیچ مشکلی تو زندگی کردن تو ایران نداره به عنوان نویسنده، به عنوان متفکر. چرا مشکل شرایط درستی خارج بوده برای کتاباش چقدر نزدیک به اینا. من این ریشه‌های اندیشه مذهبی نیست، شریعتی و آل احمد خیلی عادی بودن. خب چرا خونه صادق هدایت نمیشه آن جامعه ایرانی؟ بعد از اینجا که بگذاریم مورد بعدی، خب میرسم به جمع‌بندی یعنی خب بعد وارد کردن یک زاویه دیدی که مثلا از اون طریق بفهمم چجوری میشه این پدیده رو اینجا وقت سکولاریسم وارد جامعه ایرانی کرد از یک جای دیگه دنیا به یک جای دیگر. چون البته انتقال اندیشه است، معمولا اندیشه سریع اتفاق میفته، فکر می‌کنیم که در یه ساعته، اون پروسه طولانی همچین کار سختی رو کمتر تصور می‌کنیم. ولی یه سوالی من اینو دانشگاه تبریز یادم میاد اونجا این سوال مطرح کردم، تکرار می‌کنم از دوستان یا به من جواب بدین. اینجا در چه قرنی هستیم؟ دوستان ایرانی بخصوص در قرن 14. خب در ایران در چه قرنی هستیم؟ در قرن اول هجری. قرن اول هجری گفتن آقای اول خیلی نزدیک. خیلی نزدیک. من این اغلب امتحان کردم. جوابی که جالب اون دانشگاه تبریز یعنی تقریبا 22 سال پیش تو جمع تقریبا 40-50 نفر بودیم صحبت شد. اول فکر کردم شوخی این سوال، بعد خیلی از دوستان دقیقاً یادمه گفتن قرن 20 اون موقع قرن که قرن 21 گفتن قرن 20. من سوال تکرار کردم گفتم در چه قرنی هستید؟ گفتن قرن 20 تو تبریز، دانشگاه تبریز. خب ما در قرن 20 هستیم و نیستیم، ولی در نهایت نیستیم. یعنی که من بگم متولد 1347 اگه اونجوری با تاریخ میلادی اول من تو قرن 14 تو اون اشاره نکردم، صرفه نکردم. تو قرن در واقع ما باید بگم من تو قرن 14 به دنیا اومدم. یعنی اگر یک غیر ایرانی از من پرسید چه قرن به دنیا اومدی، یا باید بگم قرن 20 یا باید بگم قرن 14 بگم قرن 14 ارتباطی نمیتونه برقرار کنه. یعنی تو قرون وسطا به دنیا اومدی؟ خب میلادی باید بگم که قرن 20 که متوجه بشه. منتها تو قرن 20 به دنیا نیومدن نهایتا. منتها چرا تو دانشگاه تبریز فقط دانشگاه تبریز من بارها امتحان کردم چرا میگیم قرن 20 این تاریخ ماست؟ کاری که ترکیه اشمال نکنم که تاریخ هجری تبدیل کردن به میلادی و ما مدام مقایسه می‌کنیم رنسانسی که اینجا بوده یا رفورمیشنی که در غرب اتفاق میفته به خصوص در آلمان که مارتین لوتر اینا، بعد رنسانس قبلش هومانیسم، اینا در خط دیولپمنت خط تکاملی خودشون حرکت کردن. لازم نبوده غرب باشه بره از یه ور دنیا از چین یا از هر جای دیگه بره مفاهیمی رو برداره بیاد، شیوه نگرش تاریخی متفاوتی رو برداره بیاد که بیاد مشکلش رو با کلیسا حل کنه. از داخل خود تاریخ خودش این کار تو ظرف تاریخی خودش این کار کرده، با متفکرایی که زبان خودش حرف می‌زده. سه تا چهار تا لایه زمانی باهاش درگیر نبوده. ما این تا حدی روشن میکنه چرا نویسنده‌های ما وقتی میرسن به نحوه به زبان دیگه به خصوص و سعی میکنن حتی به فرانسه هم بنویسه صادق هدایت موفق نمیشه، چون باید طور دیگه فکر کنه، وارد یک تاریخ دیگه بشه و موفق نمیشه و در واقع خیلی عامیانه میگه میبره. خب این مشکلی که داریم به نظر من این هست که ما باید دقت کنیم. ما داریم یک پروداکتی رو، یا مثال خیلی خیلی واقعا یه پیش افتاده یه گروه توریست ایرانی بودن توی مونیخ، من کارم تور گاید کار میکنم تو آلمان، بعد وضعشون خوب بود اومده بودن برای توریست بودن و این یکی از دوستانمون گفت که فلانی من میدونی مشکلمون چیه؟ میگفتن که این کلکسیون ماشین داره، من باورم نشد. بعد خور صحبت کرد، تاجر خیلی ثروتمندی بود، گفت من پورشه دارم، تهران زندگی میکنه، شمال تهران. گفت پورشه دارم ولی تو گاراژ گذاشتم. گفتم خب چرا سوار نمیشه، برای چی داری اصلا؟ گفت یک، اولا شرمم میشه وقتی من بیرون ببینم ملت پول ندارم، بعد من نشستم تو پورشه. یک و دو، گفت خط میندازن. خب من داشتم یادداشت برداری میکردم برای تو، گفتم ببینم سکولار دقیقاً اون پورشه ای که خیلی شیفتشی میخوایم بیاریم، منتها نمیتونیم سوارش بشیم. خب پروداکتیه که از یه جای دیگه دارن برمی‌داریم ولی به تهران نمیخوره، به خیابونا، به جامعه حالا شهر دیگه که فراموش کنیم. خب
داخل خود تهران فقط تو بخشی از خیابوناش میتونیم ما پشت جنوب شهر تهران، خب همون چیزی که ایشون گفت، خط فکر کنم بیشتر از خط انداختن میشه. مثلا اینکه ما میخوایم به هر پدیده‌ای که از غرب میخوایم برداریم، چه فرم داستان نویسی، چه توی مفاهیم سیاسی، خودمون خط میندازیم روش، یعنی خودمون که دستمون یکی دیگه خط میندازه. بعد این دقت نمی‌کنیم بنابراین تو انتقال از یک فضای یعنی غرب به فضای ب که چند صد سال تو حافظه جمعی این کشور اسلام ریشه دوونده، یعنی ذهن دینی داره. مسئله ما با حل نخواهد شد، درست که مانع بزرگ جمهوری اسلامی، ولی با اون حل نخواهد شد. بلکه باید ببینیم که چه جوری میتونیم وارد کنیم. که اینجا من 5 تا چیز به ذهنم رسید که پیشنهاد میتونم بکنم. یک، در وارد کردن مفهوم سکولاریسم به جامعه ایرانی دست کم 5 مرحله را باید طی کرد. یک، شناخت آن. اول ببینیم اصلا کامل بشناسیم واقعا میخوایم اینو برداریم، یا اینکه یه ریاکشن، یک واکنش خاص داریم چون یه دولتی اومده مذهبی دیکتاتور و عنصر اسلام روش مذهب، ما میریم به سمت خب بریم ببینیم چه دوایی میتونیم بیاریم. خب سکولاریسم، ما این بحثو زیاد قبل از جمهوری اسلامی نداشتیم. اونجا درست برعکسش شد، شاه بود و غرب اونجا دوا شد اسلام. خب حالا درست داره وارونه میشه قضیه. نه اون موقع، نه این موقع. الان به نظر من این مرحله شناخت رو ما هنوز پشت سر نداشتیم. آیا ما 20 تا 30 تا متفکر جامعه شناس فیلسوف داریم؟ منظورم یه دیگه کلان روشنفکرای مذهبی هستن، منظورم اونا نیست. متخصصای قرن 18 فرانسه آیا 20 نفر داریم که بیان ریشه های این مفهوم رو اصلا چاپ کرده باشن به فارسی؟ هست همچین چیزی؟ دو، بعد شناخت بستر پیدایی آن مفهوم و تمام آن شرایطی که در تغییر و تکوین آن نقش داشتند. یعنی هنوز تو شناخت خود مفهوم سکولاریسم هستیم، هنوز نرسیدیم به اونجایی که تازه وارد بکنیم یا نکنیم. سه، شناخت بستر جدیدی. اینجا جامعه ایران صحبته که سکولاریسم رو داریم به اون وارد میکنیم. اینجا تاکید میکنم این شناخت ما نمیخوایم 5 نفر 6 نفر بخونن بشن مرجع تقلید سکولاریسم.